ولی اواخری که داشتم برمیگشتم به ایران، این جنبش نیکخواه اینا و جنبش چریکی شهری و چریکی نمیدونم ده و اینها چیز گرفت و عده زیادی از حزب توده در اومدن که من هیچ وقت عضو نبودم و مثل بسیاری از اینها به خصوص تحت تاثیر نه خودم، چون خودم از در تئوریک و اینا صفر بودم، با اینکه مقداری هم تو جستی گریخته کتاب‌های می‌خوندم ولی هیچی نمی‌دونستم، ولی تحت تاثیر دوستان من که رفته بودم به جنبش‌های چریکی در ونزوئلا و چین و اینها، تحت تاثیر اونها گرایشی پیدا کرده بودم به جنبش خلاصه چریکی در ایران بدون اینکه اصلا کوچکترین مطالعاتی یا چیزی میگم عمیق داشته باشم اینا. که اینا از جسته گریخته میخوندم. یعنی در واقع اختلافی که بین چین و شوروی در اون سالها پیدا شد، چین و شوروی بدون این که اصلا بدونم که درست این اختلافات بر سر چیه، اونها چی میگن اینها چی میگن، اینها خلاصه تحت جو موجود انتخاب کرده بودم یکی از این گروه ها و در نتیجه چیزایی هم که میخوندم همین پراکنده بود، یعنی در جهت یک بینش یا در جهت یک نگرش و اینها نبود و اینها چیز خلاصه نمیدونستم و اینا. بنابراین و با در رابطه مثلا با شوروی بدون چون و چرا هم استالینیسم قبول داشتم، هم لنینیسم قبول داشتم، هم نمیدونم کنگره 20 قبول داشتم، همه این حرفا و سمپاتی خلاصه خیلی زیادی به شوروی بدون اینکه حتی یک لحظه از نظر سیاسی بتونم فکر بکنم یا اینکه حتی راجع به تاریخ مملکت خودم گذشته که اینا با ما چه کردن، حتی راجع به اینها نمیخواستم اصلا بیاندیشم.